در افغانستان عبدالله نامزد پیشرفت انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون انتخاباتی را به نقض قانون‌های انتخابات کشور متهم کرد. دکتر عبدالله که در دور اول انتخابات پیروز شد در شهر کابل گفت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و کمیسیون انتخاباتی از هر 6 در 5 مورد قانون‌های انتخابات را پامال کردند. دکتر عبدالله از جمله به اعتبار کردن آرای زیادی در شهر هرات را قانون‌شکنی نامید. انتقاد او از کمیسیون‌های انتخاباتی بعدیان صدا داد که کمیسیون رسیدگی به شکایت نامزدها از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در روز 5 اپریل را خاتمه داد. در عراق در ولایت انبار جنگجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لونت یک شریک القاعده در آن کشور با گذر از کوچه‌های شهر فلوجه زورنمایی کردند. تندروان سراپا مسلح در ماشین‌های حرکت می‌کردند که از نیروهای پلیس و ارتش عراق دزدیدند. و در دیگر گوشه فلوجه در محله السیجر روز 4 است که جنگ میان ارتش عراق و جنگجویان مخالف دولت ادامه دارد. نیروهای دولتی عراق از اول همین سال است که در شهر فلوجه برای محو تندروان شریک القاعده می جنگند. در ولایت قبایل نشین خیبر پختونخوا پاکستان پرستاران بیمارستان‌ها به نشانه اعتراض از دست درازی یک طبیب مرد به همکارشان کارشکنی کردند. پرستاران پاکستانی گفتند اگر مقامات نسبت به طبیبی و گفته آنها بدرفتار چاره ناندیشد آنها از کارشکنیشان دست نمی‌کشند. در گرجستان سازمان صلیب سرخ کشور با یک چاره‌بینی مردم را به سپاریدن خون برای بیماران تشویق کرد. در این معرکه از جمله کارمندان مرکز جلوگیری از جنایت‌های وزارت عدلیه و هم دادرس‌های دادگاه عالی گرجستان شرکت داشتند. خونی که مردم خیر کردند به کودکان گرفتار سرطان خون در گرجستان داده می شود.